بало بهحکمت نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. وقتی خداوند قومی را دوست می دارد، ایشان را به بلا مبتلا می سازد. هر کسی به تصمیم خداوند راضی شد، رازگی او را در می یابد. هر کسی به چنین خواست خداوند غضب کرد، گرفتار غضب خداوند می شود. خداوند سخت‌ترین بلاها را از بین مردم به پیامبران لایق دانسته است. پس هر کسی پیروی پیامبران باشد و به دین هر قدر سخت گرود، خداوند به همان اندازه سخت‌تر بلا را به او بفرستد. و اگر دینداری شخص سست‌تر و ضعیفتر باشد، به همان اندازه به سرش بلا نازل می شود. پس انسان را تا زمانی که در روی زمین راه می گردد بلا ترک نمی کند و حتی در رفتار او اگرچه خطاگی نباشد هم. عجبا از کار مؤمن. البته کار او خوب است. مؤمن نفر است که هنگام نعمت شکر و هنگام بلا صبر را پیشه می کند. پس برادران و خواهران عزیزم، از بندگان خالص باشیم که هنگام نعمت شکرگزاری کنیم و هنگام بلا صبر را پیشه کنیم.